تابستان 1383 زن و شوهر جوانی در یکی از شعب دادگاه خانواده حاضر شدند و درخواستشان را برای طلاق توافقی اعلام کردند. شوهر 33 ساله این زن به قاضی گفت: من و همسرم از اول زندگیمان تا حالا با هم هیچ مشکلی نداشتیم، ولی حالا با وجود داشتن 2 دختر 10 و 2 ساله به خاطر مشکلاتی که همسرم به اون مبتلا شده ناچار شدیم که از هم جدا بشیم. مرد در ادامه حرفاش گفت: هر شب جنها به سراغ همسرم میآیند و او را به شدت آزار و اذیت میکنند. من دیگر نمیتوانم زنم را در این شرایط ببینم. زن جوان به قاضی گفت: 13 ساله بودم که در یک محضر مرا به عقد همسرم که 9 سال از من بزرگتر بود درآوردند. درست 1 هفته بعد از عقدمان بود که خوابهای عجیبی رو دیدم. در عالم کودکی بودم و معنای خوابها رو نمیفهمیدم، ولی اولین خوابم رو هرگز فراموش نمیکنم. اون شب تو عالم رویا دیدم که 4 گربه سیاه و 1 گربه سفید به خونمون اومدن. گربه های سیاه منو به شدت کتک میزدن، ولی گربه سفید طرفداری منو کرد و از اونا خواست که کاری به من نداشته باشن. از خواب که بیدار شدم متوجه خراش‌ها و زخم‌های روی بدنم شدم که به آرامی از اون خون بیرون میزد. ترس برم داشته بود. حتی روزها وقتی جلوی آینه میرفتم گربه ها رو در چشمم میدیدم. از اون شب به بعد جنگ و جدال‌های من با چند گربه ادامه پیدا کرد. در مورد این موضوع با هیچ کس حرفی نزدم و تنها خانواده من و خانواده همسرم جای زخمام رو می‌بینن. دوران عقد 9 ماه طول کشید. چون این شکنجه ادامه داشت خانواده‌ام منو پیش یک دعانویس در ماهدشت کرج بردن. اون توی کاسه آبی دعا خوند و بعد کاسه رو کنار گذاشت و به آینه نگاه کردم. گربه ها رو دیدم که اون مرد دعانویس دست و پای گربه ها رو با زنجیر بسته بود. بعد از اون به من گفت باید چله نشینی کنی و تا 40 روز از چیزهایی که از حیوانات تولید شده استفاده نکنیم. تا چند روز غذا رشته پلو و عدس پلو می‌خوردم و این مسئله و دستوراتی رو که داده بود رعایت کردم. اما روزهای بعد پدر شوهرم که خسته شده بود اجازه نداد که این کار رو انجام بدم. بعد از جشن عروسی ما اون گربه هم رفتن جای دیگه و یه گربه سیاه با 2 غول بیابانی که پشت سر او حالت بادیگارد داشتن سراغم اومدن. غول ها منو میگرفتند و گربه سیاه منو کتک میزد. من با این گربه 5 سال جنگیدم تا اینکه یکی از بستگانم ما رو راهنمایی کرد تا مشهد پیش یک دعانویس دیگه بریم. دعانویس مشهدی از ما زعفران، نبات، پارچه و کوزه آب ندیده خواسته بود. او به کوزه چاقو میزد. زمانی که ما از خونه خارج میشدیم ناگهان کوزه رو پشت سرم شکست و من ترسیدم و اون گفت که جنها رو از بین برده. همون شب گربه بزرگ سیاه در حالی که چوبی در دست داشت به همراه 13 گربه کوچک سراغم اومدن و منو به شدت کتک زدن. حالا یک گربه تبدیل به 14 گربه شده بود. باز بستگان منو راهنمایی کردن سراغ دعانویسای دیگر برم. در قزوین پیرمردی با ریش‌های بلند، در چالوس پیرمردی، در روستایی خاتون، در تهران و حتی 40,000 تومان پول دادیم و دعانویسی از اطراف عراق به منزلمون آوردیم و 250,000 تومان از ما دستمزد خواست. اما او که رفت همان شب باز من کتک خورد. توی این 12 سال در 15 میلیون تومان خرج کردیم اما فایده ای نداشت. حتی تو بیمارستان پیش چند تا روانپزشک رفتیم ولی اونا هم کاری از دستشون بر نیومد. چاقو، قیچی، سنجاق، هرچی بالای سرم گذاشتم نتیجه نداشت. حتی دعا گرفتم. جنها کیف دعا رو برداشتند و چند روز بعد کیف خالی رو در گردن دخترم انداختن. گربه سیاه به اندازه 1 میز تلویزیون بود. او روی 2 پا راه میرفت. بینی بزرگ قرمز و گوش‌های تیز و چشمان براقی داشت و مثل آدم حرف می‌زد. اما گربه‌های کوچک 4 پا بودند و جیغ می‌کشیدند. از زندگی با شوهرم راضی بودم و همدیگر رو خیلی دوست داشتیم. اما جنها از من می‌خواستن که از همسرم جدا بشم. اوایل فقط شب‌ها اونها رو می‌دیدم، اما کم کم روزها هم وارد زندگیم شدند. گربه بزرگ منو خیلی دوست داشت و من حرف می‌زد. به من میگفت از شوهر طلاق بگیر. او شیطان و بددهنه و به تو خیانت میکنه. شبها که شوهرم میخوابید اونها من رو بالای سر شوهرم میبردن و
من میگفتن اگر با ما باشی و از همسرت جداشی ارباب ما میشی، اما اگه جدا نشی کتک خوردن ها ادامه پیدا میکنه. آنها دو راه پیش پام گذاشتن و من گفتن که نزد دعانویس نرو، فایده ای نداره، فقط یا از همسرت جدا شو و یا با ما بیا. اونها شب منو با خودشون میبردن. وقتی با اونها بودم پشتم قرص بود و از تاریکی نمیترسیدم، چون از من حمایت میکردن. اونها منو به عروسی هاشون میبردن. فضای عروسی هاشون سالونی تمیز، شفاف و مرتب بود. در عروسی هاشون همه نوع میوه بود. در عروسی ها گربه بزرگ یک سر میز مینشست و من سر دیگر میز و پذیرایی آنچنانی از مهمانان میشد. آنها به من طلا و جواهرات میدادند. در حالی که ساز و دهل نمی زدند، اما صدای اونها به گوش می رسید و در مهمانی ها همه چیز می خوردم و خوش می گذشت. اما وقتی پای حرف می رسید، آنها مرا به شدت کتک می زدند. فضایی که منو تو اون کتک می زدن با فضای عروسیشون زمین تا آسمان فرق داشت. محله قدیمی مثل ارگوان با اتاقهای کوچیک در فضایی مه‌آلود و کثیف که معلوم نبود کجاست. در اون فضا فقط گربه بزرگ روی صندلی می نشست و گربه‌های کوچیک همه روی زمین روی کول هم سوار بودن. بیشتر ساعتی که منو کتک می زدن 3 صبح بود. حدود 2 ساعت منو می زدن. اما این 2 ساعت برای شوهرم شاید 20 ثانیه می گذشت. اون با صدای ناله های من بیدار می شد و می دید از زخم‌ها خون بیرون می زنه. زخم‌ها رو با بتادین ضد عفونی می‌کردم. وقتی گربه بزرگ منو می‌زد جای زخم‌ها عمیق‌تر بود، اما تعداد زخم‌ها کمتر. گاهی که اون نمی‌زد و به گربه‌های کوچیک دستور می‌داد، آنها خراش‌های زیادی به شکل وی روی تنم وارد می‌کردند. حتی صورت منو با این خراش‌ها شطرنجی می‌کردند. حتی گاهی شب‌ها منو تا صبح می‌زدند. شبایی که قرار بود کتک بخورم کسل می شدم و می فهمیدم که می خوان منو بزنن. اونها 3 سال مدام به من می گفتن باید از شوهرت طلاق بگیری. در حالی که دختر بزرگم 7 ساله بود من دوباره باردار شدم. اونها به قدری عصبانی بودن که منو تا حد بیهوشی کتک زدن. در 9 ماه بارداری اونها بارها به من حمله می کردن تا بچه‌م رو از شکمم بیرون بکشن و اونو از بین ببرن. شبها همسرم بالای سرم می نشست تا اونها منو کتک نزنن، اما اون فقط پنجه هایی که به بدنم کشیده می شد رو می دید و کاری نمی تونست بکنه. زمانی که منزل مادرم می اومدم اونا با من کاری نداشتن و سراغم نمی اومدن، اما به محض اینکه پا در خونه شوهرم می گذاشتم آزار و اذیت‌ها شروع می شد. یک شب پدر شوهرم گفت تا صبح با قمه بالای سرت میشینم و هر چند وقت قمه رو از بالای سرت رد میکنم تا اونها کشته بشن. نزدیکای صبح پدر شوهرم چند لحظه چرت زد که با صدای فریاد من بیدار شد و دید بدن من به شدت زخمی و خون‌آلوده. پدر شوهرم سر این قضیه 4 ماه ما رو با همراه اساسیمون به منزل خودش برد، اما شب که خوابیده بود اینها سراغش اومده و گفته بودن عروست کجاست و او گفته بود در اون اتاق با دخترم خوابیده. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم صورتم خون‌آلود. دیگر کمتر کسی به منزل ما رفت آمد داشت. یک بار برادرم اومد به منزل ما و دید دخترم مشقاش رو می‌نویسه و من حمام هستم، اما صدایی از حمام نمیاد. بعد از 20 دقیقه که در رو باز کرد می‌بینه که در حمام زیر دوش غرق در خونم. یک بار به دستشویی رفته بودم و تا 3 ساعت بیرون نیومده بودم. خواهرام نگران بودن که در رو باز کردن و دیدن تمام بدنم چنگ خورده و جای خراشه. گربه بزرگ 2 پا علاقه زیادی به من داشت. اون فقط فردای من رو به من میگفت. اون در مورد من بسیار تعصب داشت و اگر کسی به من توهین میکرد اون میگفت تو چیزی نگو، تلافیش رو سرش در میارم. همیشه هم میگفتن آه و نفرین تو میگیره. من کاری نبودم، فقط حمایت و تعصب اونها بود. بیشتر اوقات میفهمیدم بیرون چه اتفاقی میفته. حتی خیلی وقتا که قرار بود جایی دعوا بشه من خودم رو قبل از اون میرسوندم تا جلوی دعوا رو بگیرم. همه به من میگفتن که از اونا جواهرات بخوای برات میارن. یک بار خواستم اونهای انگشتر بزرگ مرواری که حدود 30 نگین اطراف اون بود برام آوردن، اما گفتن تا 1 هفته به کسی نگو و بعد آشکارا دستت کن. اما شوهرم اون رو در جیبش گذاشت و به همه نشوند. جنها هم اومدن و اون رو بردن و من گفتن که لیاقت نداری. دیگه کم کم نیروی من رو به خارج از خونه هدایت میکرد. بی هوا بیرون از منزل میرفتم اما نمیدونستم کجا برم.
این اواخر به مدت 3 ماه زنی جوان و بسیار زیبا با موهای بلند و طلایی رنگ در حالی که چکمه‌ای تا روی زانوهایش می‌پوشید از اولین آشپزخانه وارد منزل ما می‌شد. دختر کوچکم اونو دیده و ترسیده بود. روی چکمه‌هاش از پونس پوشیده شده بود. او روزها به خونه ما می‌اومد و بسیار کم حرف می‌زد و زیبایی و قدرت این زن حیرت‌آور بود. او بدون اینکه چیزی بگویم ذهن مرا می‌خواند و کارها را انجام می‌داد. حتی دکور منزل رو تغییر می‌داد و لباس‌های او مانند لباس‌های من بود. اگر من در منزل روسری به سر داشتم، اون هم روسری به سر داشت. او در منزل همه کارها رو می‌کرد، اما وارد آشپزخانه نمی‌شد و چیزی نمی‌خورد. یک بار برای من گوشت قربانی آورد تا اینکه همسرم به خانه برگشت و از تغییر دکوراسیون اتاق‌ها ناراحت شد و اون رو مانند اولش کرد. زن چکمه‌پوش هم دیگر به سراغم نیامد، ولی گربه بزرگ گفت همسر تاوان کارش رو پس میده و همسرم بسید. این روزهای آخر 3 زن و 1 مرد به سراغم میومدن و در اتاق خواب منو اذیت میکردن. یکی از زنها شبیه من بود. آزار آنها که تمام میشد، گربه ها. از شوهرم خواستم که از هم جدا بشیم. دیگه توان مبارزه با اونها رو نداشتم. روزها در حین جمع و جور کردن خانه ناگهان بویی حس می‌کردم، بوی عجیب. از شوهرم خواستم که از هم جدا بشیم. دیگه توان مبارزه با اونها رو نداشتم. روزها در حین جمع و جور کردن خانه ناگهان بویی حس می‌کردم، بوی عجیب. می‌فهمیدم که الانه که سراغم بیان و من رو به قلعه ببرن و کتک بزنن. ناگهان بیهوش می‌شدم. گاهی تا 48 ساعت منگ بودم. راه میرفتم و غذای زیادی میخوردم، اما خودم چیزی نمیفهمیدم. صبح روز بعد زوجین در دادگاه حضور پیدا کردند. روی زن جوان زخم عمیق 3 چنگال با فاصله بیشتر از دست انسان وجود داشت و صورت و دستهای زن خون‌آلود بود. در 10 مرداد حکم طلاق صادر شد. زن جوان گفت جنها دیشب آمدن ولی دیگر مرا نمیزدن. اونها خوشحال بودن و گفتن اقدام خوبی کردی، اون رو ادامه بده. این زن جوان گفت رأی طلاق رو 2 ماه بالای کمد گذاشتم و اجرا نکردیم. اونها شب سراغ من میومدن و مرا وحشتناک کتک زدن، طوری که روی بدنم خط و نشان کشیدن. با همسرم قرار گذاشتیم ساعت 19 عصر روز بعد برای اجرای حکم طلاق به دفترخانه برم و حضانت 2 دخترم به همسرم سپرده شد. ساعت 17 آن روز قبل از مراجعه به محضر، همسرم منو نزد دعانویس برد. مرد دعانویس به همسرم گفت اگر زنت رو طلاق بدی جنها اون رو میبرن و از ما 10 روز مهلت خواست تا جنها رو مهار کنه. خانواده‌ام گفتن تو که 12 سال صبر کردی، این 10 روز رو هم صبر کن. اما در این 10 روز کتک‌ها شدیدتر بود، طوری که جای زخم‌ها گوشت اضافه می‌آورد. حتی سقف دهانم رو هم زخم کرده بودند و موهای سرم رو کنده بودند. چند بار منو که کتک می‌زدن، دختر کوچکم برای طرفداری به سمت من دوید، اما اونها دخترم رو هم زد. پس از اجرای حکم طلاق جنها خوشحال بودند و بعد از آن چند بار به منزل همسرم رفتم تا کارهایش رو انجام بدم و خانه‌اش رو مرتب کنم. اما اونها با عصبانیت سراغم اومدن و دندان قروچه می‌کرد. بعد از طلاق که به خانه پدرم برگشتم، دیگر اونها سراغم رو نمی‌گرفتن و مرا نمی‌زدن. تا چند وقت احساس دلتنگی به اونها رو داشتم. اگر بخوام میتونم اونها رو ببینم.